به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. به نام خداوندی بخشنده مهربان. السلام علیکم پدران و مادران عزیز، همراهان گرامی رادیو مهر. امیدواریم سلامتی شما و فرزندانتان، پسران و دختران عزیز و نور چشمانتان بر دوام باشد. ما انسان‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم در جامعه زندگی می‌کنیم. کودکی ما هم باید بفهمد که بیرون از خانواده جامعه بزرگی هست که منتظر اوست. زندگی در جامعه قانون و قاعده‌های خود را دارد و یکی از این قانون‌ها داشتن استقلال است. فردا که کودکی ما هم بزرگ شد و وارد جامعه شد، باید استقلال خود را حفظ کند. بتواند و بداند که چگونه استقلال خود را حفظ کند. برای اینکه کودکی ما مستقل باشد و همیشه بتواند کارهایش را خودش انجام دهد، ما و شما به عنوان پدر و مادر باید بگذاریم او بیشتر کارهایش را خودش انجام دهد و استقلال را تجربه کند. برای تشویق و استقلال داشتن به او اجازه دهیم که مالک بدنش باشد. از کنار زدن مدام موهایش و راست کردن کتف و شانه‌اش و افشاندن خاک لباسش و مرتب و آراسته کردن لباسش و گریبان کرته‌اش خودداری کنیم و بگذاریم کودک خودش این کارش را انجام دهد. و ما فقط به او اینها را یادآوری کنیم. اگر ما پیوسته کارهای شخصی او را انجام دهیم، کودک ما فکر میکند که به حریم شخصی او وارد شده ایم و این کار ممکن است وی را ناراحت کند. وقتی میخواهیم بعضی از عیب‌های کودکمان را با کسی در میان گذاریم و مصلحت پرسیم، این کار را در حضور کودکمان نباید انجام دهیم. یعنی او این سخنها را نباید شنود. حتی اگر تعریف هم کنیم، بهتر است در پیش کودک و کودکان دیگر این کار را نکنیم. بعضی وقتا از پدر و مادران سوال می شود که فرزندانتان از مکتب رفتن خوشحال است؟ برای آنکه به کودک احترام گذاشته باشیم، به شخص سوال کننده بگوییم که
شما این سوال را از خودش بپرسید، خودش جواب دهد. با این کار کودک احترام ما را نسبت به خودش می‌فهمد و درک می‌کند. کودکان را و مخصوصاً نوجوان‌ها را سرکوب نکنیم. بعضی وقتها برای آنکه پدر و مادر فرزندان خود را کاملا زیر نظر داشته باشند، نوجوانها را برای بعضی از اشتباهاشان سرکوب میکنند. فکر میکنند اگر آنها را سرکوب کنند و سختگیری کنند، آنها را از راه نامناسب نگه داشتند و حفظ کردند. گروهی دیگر از پدر و مادران نیز برای آنکه فرزندانشان از آنها خفه نشود و ناراحت نشود هیچ چیزی به آنها نمیگویند. گویا آنها را کاملا آزاد گذاشتند. اما این هر دو غلط است. ما پدر و مادرها باید بدون سرکوب و سرزنش و با آرامی و مهربانی تذکر دهیم و نیز از نصیحت‌های طولانی هم باید خودداری کنیم. بین آزادی مطلق و سختگیری باید میان روی و تعادل را نگه داریم. در پایان با آرزوی سلامتی و تندرستی و خوشبختی خانوادگی همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.